بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. امروز با شما باز اطراف یکی از دیگر مسائل مربوط به داد و گرفت‌های مالی صحبت خواهیم کرد. در مورد اقاله و یا به تعبیر تاجیکی اقالت، یعنی برهم دادن سودا، باز پس کردن چیز و گرفتن مال. این نوع معامله یعنی اقاله چه ماهیت دارد، چه حکم دارد، چه ثواب دارد اصلا و چه احکام اطراف این در فقه اسلامی مقرر گشته است بیان خواهیم کرد. دوستان گرامی، پیش از بیان احکام اقالت این را قید نماییم که هر یکی ما، هر بنده مؤمنی چقدر به لطف و رحمت و عنایت خداوند نیاز دارد، محتاج است در همه لحظه حیات، در دنیا و خاصتا در آخرت. آن لحظه که از قبر زنده کننده می شود، انسان به میدان حشر و نشر برمی خیزد و نزد خدا حاضر می شود تا حسابات دهد. در این لحظه حساس چقدر بر لطف و رحمت خداوند، به عنایت خداوند، به مغفرت خداوند محتاج و نیاز دارد. دوستان گرامی، اگر خواهیم در آن روز پر دهشت، پر هراس، در آن روز پر تشویش از لطف و رحمت خداوند برخوردار گردیم، راه‌هایی هست، کارهایی هست که خداوند در دنیا برای ما راهنمایی کرده، پیشنهاد نموده، تشویق نموده که به انجام آن عملها به رحمت و لطف و مغفرت خداوند در آن روز نائل خواهیم گشت. دوستان گرامی، یکی از آن عملهای خوب که انجام آن باعث می گردد بنده در روز آخرت از رحمت و لطف و مغفرت خداوند برخوردار گردد، این اقاله است. امام ابو داود و امام ابن ماجه و اینچنین امام عبدالله بن احمد روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من اقال مسلما بیعته اقال الله عثرته یوم القیامه. امام ابن حبان این حدیث را با لفظ مانند به این لفظ چنین روایت کردند: من اقال نادما بیعته قال الله عثرته یوم القیامه. پیامبر گرامی قدر، درود و پیام خداوند بر ایشان بود، در این حدیث امت خود را به اقاله کردن در سودا ترغیب و تشویق نموده. گفتند هر کسی مؤمنی را در سودای خود اقاله کند، خداوند گناه او را در روز آخرت محو و مغفرت میکند. معنای اقاله دوستان گرامی یعنی برهم زدن سودا، به تعبیر دیگری فقهی فسخ کردن معامله، بیکار کردن داد و گرفته که صورت گرفته است. یعنی آن چیزی که سودا شده، فروخته شده، آن را قبول کردن و مال را دوباره به صاحبش بازگردانیدن. چرا شریعت اسلامی مؤمنان را به اقاله کردن ترغیب و تشویق نموده؟ دوستان گرامی، زیرا اینکه انسان می شود گاه‌ها چیزی را خریداری کند، اما بعد خریداری کردن و رفتن شاید فکرش عوض می شود. شاید خانه می رود، می بیند که آن چیز را کسی به او هدیه کرده یا که از اعضای عائله عیناً همون چیز را خریده آورده، دیگر نیاز به آن چیزی که او خریده باقی نمانده. و یا خریداری کرده می رود ولی یک کاری ضرورتری پیش می براید، یک بیماری است، یک کاری اضطراری دیگری. در چنین حالتها می خواهد آن چیزی را که خریداری کرده است به صاحبش بازپس گرداند و پولش را دوباره بگیرد. این پیشنهاد می تواند از جانب مشتری، از جانب خریدار صورت گیرد و غالبا هم چنین می شود و امکان دارد از جانب فروشنده صورت گیرد. چیزی را می فروشد و فکرش عوض می شود، می گوید کاش نمی فروختم و دوباره جیغ می زند مشتری را، میگوید اگر لطف کرده راضی باشی این چیزم را من بازپس بگیرم و پولی تو را من برایت برگردانم. احتمال است از جانب مشتری صورت گیرد یا از جانب شخصی فروشنده. و چون در میان خریدار و فروشنده چون این پیشنهاد از جانب یکی آنها صورت میگیرد، قبول کردن این پیشنهاد، راضی شدن به این پیشنهاد و درک کردن وضعیت جانب دیگر از اخلاقهای حمیده، از جوانمردی است که این اقاله نام دارد.
این عمل از نگاه فقهی عمل مستحب، یعنی عمل خوب است، عمل دارای ثواب است. هر کسی راضی می شود و پیشنهاد جانب دیگر برایش اجر و ثواب نوشته می شود. و آن اعلان نامه هایی که در این دکان ها یا در داخلی فروشگاه ها دیده می شود که تاجر کلان نوشته گذاشته که هر چیزی که خریداری کرده می شود آن را دوباره باز پس قبول نمی کنند. البته خلاف این امری شرعی و خلاف این سنتی اسلامی است. خریدار و فروشنده می باید با هم نرم باشند، با پیشنهادهای یکدیگر با آسانی باید راضی شوند. این تعلیمی بزرگ اسلام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که امام بخاری روایت کردند فرمودند: رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خدا رحمت کند، رحمتی خدا نصیبش باشد آن مردی را که در حالت فروختن معامله نرم میکند، در حالت خریداری کردن یا در حالت قرض گرفتن یا قرضش را سراغ کردن در معامله نرم است، سهل است، با او زبان یافتن آسان است. این عادت مؤمن است. دوستان عزیز، این نکته نیز باید قید شود که اقاله خاصی معامله سودا نیست. یعنی میتواند در اجاره دادن یا اجاره گرفتن باشد. شخص خانه را اجاره میگیرد مثلا یا اجاره میدهد، اما میبیند که چندان برایش پسند نیست یا از فکرش میگردد یا جای دیگری برایش پیدا میشود و نزد صاحب خانه آمده میگوید خانه شما را میخواهم بازپس به شما دهم و مبلغم را میخواهم بازپس بگیرم. میتواند در اجاره باشد، میتواند در هر معامله مالی دیگر اقاله صورت گیرد. مسئله دیگر این که دوستان گرامی، اقاله آنگونه که در کل آن کالایی که مورد خرید و فروش قرار گرفته میتواند صورت گیرد، در یک قسمتی آن نیز میتواند صورت گیرد. مثلا یک نفر 10 دانه چیزی خریده مثلا و نزد فروشنده آمده میگوید در 7 دانه همین، در 8 دانه همین میخواهم اقاله کنم، یعنی 3 دانه اش را میخواهم بخرم و 7 دانه اون را به تو بازپس میخواهم گردانم. جایز است. مسئله دیگر این که آن چیزی را که خریدار گرفته برده و در دستش عیب و نقصان پیدا کرده، آن را عیبدار کرده است و آورده میخواهد به صاحبش برگرداند، در این صورت البته شخص فروشنده حق دارد که به مقدار آن نقصان پول آن را کم کند. یعنی یک چیزی مثلا 1000 سامانی قیمت داشت و بعد اون که دارای نقصان شده در دست البته خریدار، شخص فروشنده حق دارد مثلا برای او 800 سامان برگرداند و 200 سامانش را برای تعمیر آن، برای جبران آن نقصانی که برده در آن کالا ایجاد کرده است حق دارد که بگیرد. اقاله از نگاه فقهی شرطهای مخصوص دارد دوستان گرامی. نخستین شرطش همین که هر دو جانب راضی باشند، رضای طرفین دیده شود. آنگونه که سودا شرط است که بر رضای طرفین صورت گیرد، بیکار کردن آن نیز باید با رضایت هر دو جانب باشد. یعنی یک جانب نمیتواند جانب دیگر را مجبور کند و این سودا را از بین برد. اگر نخواهد حق دارد که اقاله نکند. شرط دیگری اقاله این که همان چیزی که فروخته شد موجود باشد، از بین نرفته باشد و اگر عیب پیدا کرده باشد البته بیان نمودیم که خریدار می باید کمتر از مبلغش را طلب کند و آن نقصانی را که در کالا ایجاد کرده برای طرفی فروشنده جبران کند، زیرا از قواعد شرع این است که لا ضرر ولا ضرار، هیچ کسی به جانب دیگر حق ندارد، جایز نیست که ضرر رساند. شرط دیگری اقاله این است که به همان پولی اصلی اقاله صورت گیرد. یعنی اگر آن کالا را 1000 سامان سودا کرده فروخته باشد باید همان 1000 سامان طلب کند، الا در صورت نقصان پیدا کردن کالا. در صورت طبیعی حق ندارد فروشنده بیشتر از خریدار طلب کند یا خریدار حق ندارد کمتر و یا بیشتر پیشنهاد کند. اگر میخواهند اقاله کنند و از این فضیلت، از این عمل خوب ثوابی به دست آورند، باید به همان پولی اولی یعنی سودا را برهم دهند و هر کس چیز خودش را دوباره صاحب شود. شرط دیگر اقاله این است که در آن مجلسی که در آن نشستی که صحبت می شود، پیشنهاد می شود یا
در آن مجلس که هر دو حضور دارند و یا صحبت تلفنی که از همدیگر دورند اما در این مورد گفتگو دارند، در همان مجلس، در همان نشست، در همان صحبت یکدیگر این پیشنهاد را پذیرند. اگر آنجا نپذیرد، دیگر بعد گذشت آن وقت، بعد از بین رفتن آن مجلس مصلحت، حق ندارد که کالا را دوباره آورده با خانه مثلا فروشنده تحمیل کند، گذارد. مسئله دیگر این که آنگونه که اشاره شد، حکم شرعی اقاله یعنی مستحب است، عملی خوب است، اختیاری است، یعنی در آن ثواب است و شریعت ترغیب کرده که این کار و این عمل عملی گردد. در صورتی که بیع یعنی عملیه سودای درست و از نگاه شرعی صحیح باشد، اقاله کردن آن مستحب است. اما اگر سودا با خلل صورت گرفته باشد، یعنی که از شرط‌های شرعی در آن موجود نباشد که در برنامه‌های گذشته شرط‌های سودا را ذکر کرده بودیم، اگر یکی از آن شرط‌ها خلل دار باشد، اقاله کردن واجب می‌شود، یعنی بازپس گرداندن آن کالا و بازپس گرفتن آن پول واجب است در هر سودایی که ناجایز صورت گرفته باشد. این بود دوستان گرامی چند نکته اطرافی اقاله و یا برهم دادن سودا و ثواب و فضیلت آن، به امید دیدار در برنامه‌های بعدی. خدا یار و مددگارتان.